دوستان عزیز، امروز یک ناخوش خبر دیگر در ما مراجعت کرد. یک اکای سن سالشان کلان سال با ما مراجعت کرد. چیکار کردگی؟ یعنی که استفاده برای سپیرتنوی استفاده بردگی است. وقتی که سپیرتنوی استفاده میبره، بعد چیکار میکنه؟ وقتی که وای سپیرتنوی در داخل شیشه تنج میستد، داخل شیشه برآمد، بعد وای خودش گفتی گپا هنرش نشان میتید. برای همون اکا سپیرتنوی استفاده بردگی، بعد استفاده بردن سپیرتنوی، بعد دخترکانی که در چیزا میکرده همونا کتی علاقه کرده، همین بیماری را به خود گرفته است. به نهایت اکا خودشان ناآرام حس کرده است. در خانه فرزند و اویلش انتظار است که یعنی که پدرشان در مسکو آمده کار کرده، یگان چیزی نفس میاره گفته در خانه انتظار است. برای همون بچه‌های عزیز، خودتان احتیاط کنین. به نهایت از بیماری ویچ، سیفیلیس به نهایت بسیاری بد شده است. برای همون خودتان احتیاط کنید. اگر هم خیلی کسل داشته باشین، ابیزاتی به دکتر مراجعت کنید. بیماری ویچ برآمده است، ابیزاتی مرکز سپید رفته مراجعت کنید که همچون شما را در قید دیسپنسری گرفته رایگان داراتونه به فکرم میتید. بعد خودتان احتیاط کنید، با خوبتر میشود که اکا هم خیلی حالت در کتی ما در آمد مراجعت کرد و انالیزش تصدیق شده است. برای پیشگیری همین گونه حالت ها چیکار باید ما کردن لازم می شود؟ یکم نوبت سپیرتنوی عموما استفاده نبرید. دوم نوبت که خودتان احتیاط کنید. وقتی که کار کنید میایید کار کنید و این خانه در ساق سلامت خانه‌تان برید. یگان مراجعت ها باشد با ما مراجعت کنید. ما همه وقت تیار هستیم. چی یاردمی که از دست ما میآید حرکت میکنیم یاردم کرده. شما با در اکران نامرمون موندگی هست. ابیزاتی تلفن کرده، زنگ زده، واتساپ نامرمون کار میکند، زنگ زده به ملال با ما مراجعت کرده میتوانید. اگر در شهر مسکو باشد هم ابیزاتی مراجعت کنید. ما در کلینیک هستیم. کلینیک خودمون با ابیزاتی یگان یاری باشه حرکت میکنیم یاردم کردن. با باقی سربلند و آباد باشید.